بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان هستم. البته بعد از پرداختن به هر قسمی از این اقسام انواع گناهان کبیره و گناهان بزرگ، خود را ضعیفتر محسوس میکنم و احساس میکنم، چون هر گناهی را که میخوانیم این گناه احساس بر انسان پیدا میشه در موردش که میشنویم و میخوانیم که این احادیث، این آیات مرا خطاب میکنه. وقتی که در مورد شرک وقتی خواندیم، خصوصا شرک اصغر که ریا و غیره بود، وقتی که در مورد نماز وقتی که خواندیم که ترک نماز انسان را به کفر میرسانه و تکاسل و سستی و تنبلی را که امروز ما مسلمانان در قبال نماز داریم واقعا نگران کننده است. جای تأمل هست، جای تفکر هست. البته بعضی این گناهان وقتی که در موردش میخوانیم مخصوص یک قشر خاص هست. مثلا در این قسمت در مورد منع زکات، کسی که زکات مالش را نمیپردازد. حالا اینجا کسانی که فقیر هستند، کسانی که مال ندارن، مالشان به حد زکات نمیرسن، اونها راحت هستند که خب متوجه ما نیست این حرف ها. اما در جایی که حرفایی که متوجه ما هم میشود، اونجا خیلی ثقیل هست، خیلی گران هست. فقط ما باید از الله توفیق بطلبیم که او توفیق بدهد ما را که در این گناهان کبیره در هیچ کدامش آغشته نشویم و اگر در کدامش از ما خطایی سرزد شده و مرتکب کدام این گناه ها می شویم، توفیق توبه را الله نصیب بکنه که توبه بکنیم از او گناهی که انجام دادیم. قبلا گفتم هر فریضی که الله متعال بالای مسلمان فرض گردانیده، ترک از او گناه کبیر است. فقط نماز البته تنها فریضه‌ای است که ترک او را اکثر علما، صحابه، تابعین، اتباع تابعین ترک او را کفر می‌دانند. البته تعداد اندک از علما ترک نماز را کفر نمی‌دانند، اما اکثریت مطلق علما از صحابه گرفته تا به امروز ترک نماز را کفر می‌دانند که خیلی خطرناک است. میایم در مورد منع زکات صحبت میکنیم. در مورد زکات یا کسانی که زکات نمیدهند در حقیقت مرتکب یک گناه بزرگی شدند. الله متعال میفرماید که لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. گمان نکنن، فکر نکنن کسانی که بخل می‌ورزند در آنچه که الله متعال از فضل و احسان خویش به آنها داده است، آنها بخل می‌کنند، فکر نکنن که این به خیرشان هست. زکات نمیدهیم چون مال ما کم نشود، مال زیاد باشه. این گونه فکر نکنن. بل هو شر لهم، بلکه این منع زکات، نپرداختن زکات، شر و زشت و بدی را برای آنها به بار میاره. چطور؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. با آنچه که بخل می‌ورزند امروز زکات او را نمیپردازند، در روز قیامت اینها طوقه‌های آتشینی جور می شود و در گردن‌های کسان انداخته می شود که زکات مالشان را در این دنیا
نمی پردازند. در آیه دیگر الله متعال می فرماید که و ویل للمشرکین، ویل و هلاکت و عذاب باد برای مشرکین. کدام مشرکین؟ الذین لا یؤتون الزکاه، کسانی که زکات مالشان را نمی پردازند. اینجا آنها را مشرک خوانده شده، کسانی که زکات مالهایشان را نمی پردازند. در آیه دیگر الله متعال می فرماید که والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. کسانی که ذخیره میکنن، کسانی که ذخیره میکنن طلا و نقره را، مالهایی که الله برشان داده او را ذخیره میکنن، جمع میکنن، ولا ينفقونها في سبيل الله، و در راه الله آن را خرج نمیکنن. الله نمیخواد از ما که کل مالمان را خرج کنیم، همان حد معین زکات 2.5%، هیچی نیست. ولا ينفقونها في سبيل الله، در راه الله آن را خرج نمی کنند، زکات آن را ادا نمی کنند. خب اینها را چی شده؟ فبشرهم بعذاب علیم، چنین انسانها را مژده بده. مژده به چی؟ بشارت بده برایشان. چی بشارتی؟ بدتر از این بوده میتواند. فبشرهم بعذاب علیم، به عذاب دردناک و درد دهنده آنها را مژده بده. چی مژده ای؟ عذاب علیم هم مژده است. بله، مژده کسانی که زکات مالهایشان را نمی پردازند. خب و عذاب علیم چی است؟ چطور دردناک است؟ یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم. در روز قیامت مالهایی را که زکاتش پرداخته نمی شود، اینها داغ کرده می شوند، آتش جور می شود. نقره است، طلا است، هر چی که هست، اینها آتش جور می شوند. خب بعدش چی می شوند؟ فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. با این مالهایی که آتش جور شده سوزانده می شود، داغ کرده می شود چهره های اینها، چهره های کسایی که زکات ندادن و پهلوهایشان و پشتهایشان، و برشان گفته می شود که هذا ما کنزتم لانفسکم، این همان چیزی است که شما ذخیره کرده بودید برای خودتان. این آتش را شما خودتان به دستان خود برای خود ذخیره کرده بودید تا امروز توسط این آتش سوزانده شوید. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید چیزی را که خودتان برای خود ذخیره کردید. چقدر این وعید خطرناک است برای کسانی که خداوند برشان نعمت مال را داده اما زکاتش را نمی پردازند. خیلی زیاد نیست، 2.5%، یعنی از 100 فقط 2.5 چی هست؟ هیچ. در 100 راه دیگر اسراف و تبذیر میکنن، بیجا خرچی میکنن. اما وقتی که زکات میرسه، یک چیز بسیار کمی الله میخواه، اینجا آمده بخل میکنن و فکر میکنن، احساس میکنن که والا مال ما کم میشه، در حالی که برای طفلش اگر یک چیز $100 نیاز باشه رفته $5000 رو برش میخره. برای خانمش اگر یک چیز $50 نیاز باشه رفته $1000 رو میخره. اما وقتی که نوبت به زکات میرسه، حق الله وقتی که میرسه، اینجا با $2.5 آماده نیست، اینجا بخل میکنه، دلش تنگ میشه و فکر میکنه که با دادن این زکات مال ما کم میشه. نه خیر، در حالی که کم نمیشه، این مال را زیاد میکنه، نمو میته، برکت میته، در مال برکت میاندازه. در حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میشه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، نیست هیچ کسی که صاحب طلاست، صاحب نقره است و او زکات این مالش را نمی پردازد، الا یک چیز هست برای از او هم، کسی که طلا داره و نقره داره زکاتی را نمی پردازه، در روز قیامت چی می شود؟
الا اذا کان یوم القیامه، مگر اینکه در روز قیامت صفحت له صفائح من نار، تخته های سنگی هموار می شود. هموار می شود تخته های از سنگ. تخته های سنگ از چی است این تخته های سنگی؟ من نار، آتش هن کلن. فاحمی علیها فی نار جهنم، باز این تخته ها در آتش خوب داغ می شوند، خوب گرم کرده می شوند، سوزانیده می شوند. فیکوى بها جبینه و جنبیه و ظهره، سپس با این تخته های سنگی آتش شده جبین او، پیشانی و صورت او و هر دو پهلوی او و پشت او را سوزانیده می شود. خب این تخته های سنگ را خوب میگذارن در پیشانی و در دو طرف و در پشت او تا اینکه اینها یخ می شوند. هر چیزی را ما در آتش وقتی بگذاریم داغ می شود. نی وقتی در جای گوشت چیزی گذاشتیم این را میسوزانه تا اینکه این چیز خودش این آله سرد می شود. تا سرد می شود، وقتی که سرد شد دوباره اینها این تخته های سنگی باز در جهنم پایین می شوند، باز داغ کرده می شوند و باز آورده می شود تا او وقت پس پوست های آدم جور شده، باز دوباره همین قسم سوزانیده می شود. خب این طاقه ادامه داره. این تا زمان ادامه داره که الله متعال بین بنده ها فیصله میکنه و حساب و کتاب رخ میده و بعد از حساب و کتاب یا به سوی جنت میروه و یا به سوی جهنم. بعد از اینکه عذابش را اگر چشید، عذابش تمام شد، به سوی بهشت میروه. اگر مانده بود باز هم بالای از این چیزی، باز هم به جهنم برده میشود. صحابه پرسیدن که این در مورد فقط کسی است که طلا و نقره داره و تجارت داره از او زکاتش نمیته، و کسی که شتر داشته باشه زکاتش نته او را چی میشه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که شتر داره و بر بالای از او زکات واجب میشه و زکاتش را ادا نمیکنه، در روز قیامت یک زمین هموار هست، هموار کرده میشه و یک زمین، و انسان در وسط زمین هست. زمین هموار، هیچ پستی و بلندی هم نداره. تمام شترهای ازی در گرد ازی جمع میشوند و این شترها او را با پاهایشان پامال میکنند و با دهنشان او را قب میزنند، میخورند او را تا اینکه خلاص میشه. تمام شد، باز دوباره آدم سالم میشه و این شترها باز به جان ازی حمله میکنند. فرمودن و کسی که شتر نداشته باشه، گاو و گوسفند اگر داشته باشه، فرمودن عین شکل کسی که برش الله گاو و گوسفندی داده که بالای از او زکات واجب میشه و به نصاب میرسه، زکات او را ادا نمیکنه، در روز قیامت یک میدان هموار آماده میشوه، انسان اونجا قرار داده میشوه و این گوسفندها و این گاوها در اطراف او جمع میشوند، این را با پاهایشان پامال میکنند و با شاخهایشان را شاخ میزنند تا وقتی که له و لعان میشوه، باز دوباره سالم، جسدش سالم میشوه، باز میزنند و همین گونه عذاب اینها ادامه پیدا میکند تا وقتی که حساب و کتاب تکمیل میشوه و بعد از حساب و کتاب اهل جنت به جنت و اهل جهنم به جهنم میروند. در حدیث دیگر می پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اول ثلاثه يدخلون النار، اولین سه گروهی که وارد جهنم و وارد آتش میشوند کیا هستند؟ امیر مسلط، امیری که به زور خود را بالای مردم مسلط میکنه و بر مردم ظلم میکنه. و ذو ثروت من مال لا یؤدی حق الله تعالی من ماله. دوم، گروه دوم کسانی هستند که الله برشان مال داده، ثروت داده، حق الله را ادا نمی کنند. و سوم، و فقیر فخور، فقیری که تکبر میکنه،
تکبر و غرور خیلی زشت است. انشالله در خلال گناه های بزرگ میآید. هر انسانی که تکبر بکنه زشت است، هر کسی که تکبر بکنه. اما تکبر وقتی که از یک فقیر شود این زشت‌تر است. یک کسی منصب داره، مال داره، خب به مال و منصبش مینازه، تکبر و غرور میکنه. فقیر به چی تکبر میکنه؟ گرچه تکبر اون صاحب منصب و صاحب مال هم زشت است، گناه بزرگی است، اما از فقیر زشت‌تر است و قباحتش بیشتر است. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل می شود. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می گوید که کسی که مال داره و بر او حج فرض شده حج نمی کنه، یا اینکه مالی داره که زکات بر او واجب شده و زکات مال خود را ادا نمی کنه. هر انسانی که حج بالایش واجب شد، استطاعت داشت مالی و بدنی، حج نکرد، مال داشت، به نصاب رسیده بود مالش، زکات مالش را ادا نکرد، این دو نوع انسان در وقت مرگ امیدی واپسی را میکنن. امید واپسی یعنی چی؟ یعنی در وقت مرگ از خداوند میخواد که یا الله مرا چند وقت مهلت بده که برم حج بکنم، یا الله مرا چند وقت فرصت بده که برم زکات مال خود را ادا بکنم. اطرافیان ابن عباس شاگردانش پرسیدن که یا ابن عباس، ای پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این واپسی و تقاضای واپسی را خود تنها کفار میکنن. کافر وقتی که از دنیا میروه و آغاز عذاب الهی را وقتی که میبینه میگه الله مرا وقت بده که برم مسلمان شوم. اما این کسی که مسلمان هست این چطور تقاضای واپسی را میکنه؟ عبدالله ابن عباس گفت که باش من قرآن را بر تو تلاوت بکنم و سپس این آیه را خواند که و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق. ای مؤمنین، ای مسلمانان، انفاق بکنید، خرج بکنید از آنچه که الله برایتان داده است در راه الله، پیش از آن روزی که بیاید یکی از شما را مرگ به سراغتان آمد، ملک الموت آمده بالای سرت میخواه روحت را بکشه. اینجا باز میگی که فیقول، ملک الموت آمده میخواه روحت را بکشه، از تو بیرون بکنه. اینجا تو میگی که رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق، ای پروردگار من کمی مرا مهلت بده که بروم صدقه بکنم. چطور صدقه؟ زکات مالم را بدهم، اگر پول دارم و حج نکردم برم به حج. اینجا دیگه این افسوس را میخوری، این آرزو را داری برگردانده شوی، اما وقت تمام شده دیگه برگردانده نمیشی. کسانی را که الله امروز مال داده است و زکات بر آنها فرض شده، مالشان به حد زکات رسیده، نصاب زکات را پوره می کند، زکات مالشان را ادا نمی کنند، بترسن از روزی که ملک الموت بالای سرشان بیاید و در حال کشیدن روح او اونجا صدا بزنند که خدایا مهلت بده که برم زکات مالم را ادا بکنم. اونجا دیگه مهلت داده نمی شود، فرصت میسر نمی شود. الان فرصت دارین. هر کسی که بر او زکات فرض شده زکات مالش را باید ادا بکنه قبل از اینکه از این دنیا میروه. خب اگر بخل میکنی، زکات مالت را ادا نمیکنی، چی سودی میبری؟ بعد از مردن تو با 2.5 متر تان سفید میری اونجا، ورم اگر نصیبت باشه بعضی وقت از امو هم محروم هستی. اگر در دریا غرق شوی، در جای بمیری کسی گرد نکنن، از کفن هم محروم هستی. پس بخل به خاطر چی؟ تو که مردی رفتی اونجا، عذاب متوجه تو است، از این مال به تو هیچ چیزی نمیرسه. ورثه میرون میخورن،
عیش و نوش خود میکنن و تو در اونجا عذاب میشی. چرا امروز ما متوجه نشویم اگر حق الله در مال ما هست چرا او را ادا نکنیم از گردن خود؟ چرا او را از سر خود ساقط نکنیم که فردا باز پشیمان شویم؟ و پشیمانی هم سودی نداره. مال را هم ورثه بین خود تقسیم و ترکه کردن، نصفش را فرزند خورده، نصفش را داماد میخوره و ما در اونجا عذاب شویم. علیه بالله. خداوند همین ما را توفیق بده، خصوصا کسایی که مال دارن، خداوند نعمت مال را برایشان داده، زکات مالشان را ادا بکنن. بر علاوه زکات صدقات و خیرات داشته باشن و بدون شک صدقه و خیرات در دنیا و آخرت بلاها و مصیبت ها و عذاب ها را از روی انسان دور می کند. الله همین ما شما را توفیق نصیب بکنه، چیزی که میشنویم به او عمل بکنیم و گناهایی را که میدانیم از او اجتناب بکنیم. در مورد گناهانی که آگاه میشویم اگر از ما سرزد شده توبه بکنیم و دوباره انجام ندهیم و گناهی را که نکردیم از اونها دوری بجوییم. تا قسمت بعد، تا کویری بعدی، الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.